سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 20 نوامبر همراه شما. در نشست نمایندگان سازمان‌های خبرنگاری از 5 کشور آسیای مرکزی که روز 20 نوامبر در دوشنبه خاتمه یافت، حامیان حقوق از وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان تنقید کردند. در این همایش بین المللی که وضع آزادی بیان در آن بررسی شد، گفتند که در تاجیکستان هنوز هم خبرنگاران زیر فشار هستند و اکثر وقت از ترس مقامات واقعیت را نمیگویند. در همایش دو روزه در دوشنبه 70 خبرنگار و نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی و بین المللی و هم مقامات 5 کشور آسیای مرکزی تاجیکستان و ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان شرکت کردند. همایش مذکور با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. تاجران تاجیک میگویند بالا بردن باج گمرکی در تاجیکستان میتواند سبب افزایش قیمت‌ها در کشور شود. یکی از این تاجران به رادیوی آزادی گفت که اگر ماه گذشته برای وارد کردن 95 متر مکعب تخته 23500 سامانی باج گمرکی پرداخت کرده باشد، هفته پیش مجبور شد 25200 سامانی پرداخت کند. برای واردات ماشین نیز به گفته تاجران باج گمرکی در مقایسه با 2 ماه پیش تقریبا 1300 سامانی بیشتر شده است. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز سبب بالا رفتن باج گمرکی را شرح ندادند، ولی به ادعای تعدادی از تاجران بعد از بالا رفتن باج گمرکی واردات مال به تاجیکستان کمتر شد. یک نماینده دادستانی ولایت سوخت در جلسه مقامات انتظامی ماموران امنیتی گمرک و ملیسا را تنقید کرد که برای جلوگیری از قاچاق انسان به قدر کافی کوشش نمی کنند. در این جلسه گفته شد در ولایت تاکنون 10 پرونده جنایی از جمله برای استثمار جنسی زنان و 2 پرونده برای فروش طفلان نوزاد باز شده است. معلوم است که با کدام راه‌ها واسطه هواپیما توسط فدراسیون سیاحت کردستان شهر دوشنبه جوان دختران ولایت را با مقصد استثمار شهوانی و خارج کشور میبرند. چگونه حجت‌ها می‌سازند و اشخاص زیاد به این کارها مشغول می‌باشند. اما از جانب کارمندان مقامات امنیت گمرک کار داخلی که در فرودگاه‌ها و سرحدها فعالیت می‌برند، با گذراندن چهاربین‌های مشخص و خارج بردن زنان و دختران پیشگیری کرده نمی‌شود. نماینده دادستانی همچنین گفت حادثه‌های جلبی مهاجران تاجیک به گروه‌های افراطی در خارج کشور از جمله سوریه و عراق زیاد شده است که این یک خطر جدی به امنیت ملی تاجیکستان به شمار می‌رود. در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات انتظامی سوخت مسئله مبارزه با جنایتکاری بررسی شد. زنان صاحبکاری تاجیک روز 20 نوامبر در پایتخت در شهر دوشنبه جمع آمدند و درباره مشکلات کارشان و راه‌های پیشبرد تجارت گفتگو کردند. در فورم زنان صاحبکار که با مساعدت سفارت آمریکا و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان در مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه دایر شد، 100 زن حضور داشتند و محصولات شرکت‌ها و کارخانه‌های خود را نیز به نمایش گذاشتند. اگر ما را کم دستگیری مالیوی باشه، ما بگذار که امروز کارخانه کلان باشه، کارخانه خود کنیم، اویدی پیشگیری همین استروشوی میوه سبزیجات تر این میوه هستند که محصولاتی که شما ببینید اینا مدت چند میتونن صفت خود را گم نکنند، که بسیارتر وقتی که ما زردالو تری که وقت در موسمش میشود، اگر ما سر وقت اون رو نفروشیم حیف میشود، اسراف میشود. در تاجیکستان زنان بیشتر در ساحه تجارت خرد کار میکنند و تعداد بانوانی که شرکت یا کارخانه بزرگ دارند بسیار کم است. در فورم زنان صاحبکار در دوشنبه گفته شد جلب زنان به تجارت و صاحبکاری یکی از راه‌های خوبی کاهش دادن کم بی‌ذاتی و از بین بردن فقر در تاجیکستان است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.